آقا مسعود گل یه خاطره با مزه واسمون تعریف کنه. تو یه محله بودم، یه دختری بود، خب ما هم به عشقش یه چرخ یه پاروزین باکبوس بالا میزدیم، هر کی بیشتر پلاکش می‌خورد زمین این دختر عاشق اون میشد. آقا دیدیم بابا این هیچ رقمه راضی نمیشه ما با دخترش ازدواج کنیم. اینم باباش خیلی دیگه معتقد بود. اومدم گفتم جان مادر دخترتو به من بده. خسته شدم اینقدر مأمور کلانتری منو میداد، میگفت اینجا وای نسا. آخر اومد گفت تو وایسا، نذار کسی وایسه. خدا وکیلی. آقا وایساده بودیم، این گفت آقا امروز تعزیه است، تو بیا نقش یک این یارای امام حسین بازی کن، ما هم که مخلص و نوکر امام حسینیم. گفتیم باشه. آقا ما اومدیم دیدیم شمر اومد. شمر کی بود؟ شمر خواستگار ایشون بود، منم مهم کرده. گفتم خدایا من چیکار کنم؟ بعد پدر این دخترم مو نداشت. من گفتم آجی به موت قسم من دخترتو میخوام. اینم فهمید من ایسکاشو گرفتم. خودش هواپیما ایسکانر. آقا شمر اومد قراش ما سر 2 دقیقه من بخورم زمین. آقا این شمر اومد یه دونه به ما زد، ما هم یه دونه زدیم، اون یه دونه زد دوباره، من 2 تا زدم، اون 3 تا زد، من 5 تا زدم. مرد گفت داداش تو 2 دقیقه باید مثلا شهید میشدی. گفتم نه اصلا اشتباه کردم. آقا 2 ساعت زنگ طول کشید بعد من شمر رو زدم. حالا این خولیه کیه؟ اون خولی خدا لعنتش کنه رو اسب منتظره که من شهیدم بیاد کمک کنه. نمیدونم کی این اسب اینو اذیت کرد، اسب خولیو برداشت برد.